های، برای میکاپ روزانه من اول از کرم پودرم استفاده میکنم و روش یه کانسیلر خیلی سبک میزنم که با بافت کرم پودرم یک دست بشه و زیاد غیر طبیعی نباشه. صدای تلفن میاد، نمیدونم کی زنگ زده. یه دونه روشونه هلویی برمیدارم به کنارهای صورتم و کانتور بینی پشت پلکمم هلویی میکنم چون خیلی خوشگله و مناسب فصله. با یه براش سرتخ با استفاده از سایه مشکیم یه خط چشم بیرون از داخل به بیرون چشمم میکشم و داخل چشمم هم یه کوچولو مشکی میکنم چون که خیلی چشم خوش فرم‌تر نشون میده. ابروهامو تمیز میکنم و با ژل ابروم ابروهامو یه کوچولو حالت میدم. هایلایتر برمیدارم و خودمو غرق در اکلیل میکنم، روی تیغه بینی هم میزنم، خیلی تاثیر داره. و خط لب مورد علاقه‌مو برمیدارم، اول خط لب میزنم و بعد بینش تینت مورد علاقه‌مو میزنم و با دستم پخش میکنم. این از یه میکاپ روزانه.